چی با یک از دفاع پیامبر صلی الله علیه و سلام نمیکنه؟ این چی روزه؟ این چی درده که شب روز دوران امی سنگ با اسلام و سنگ با پیامبر صلی الله علیه و سلام میزند. این علمای درباری با مثل حاجی میرزا، با مثل ایشان نوردین، با مثل نو مولای بختریش همین دستا خب خوب شده جنابی علی این خیلی و خیلی گفته ایستادن. وارکن برادر عزیز کسی که الحمدلله و صلوات و سلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلام. بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر و خواهر عزیز، یک نقطه بنهایت مهم میخواستم قید کنم که خصوصا همی علمای تاجیک و علمای همی تاجیکستان که این حال دارن مردم با کافر شدن دعوت میکنن و این مردم مظلوم تاجیک متاسفانه علم ندارن و فهم قرآن یا که در اوجا اجازت نمیتن خواندن یا درس گرفتن قرآن در تاجیکستان، چگونه که مشهور تفسیرها را اجازت نمیتن که مردم چیکار کنن، دسترس کنن. و بالاخره این علمایی که این حال در تاجیکستان قرار داره آیا ای دیدگاه اسلام همین شخصیت ها مردم و به سوی حق دعوت میکنن، به سوی اسلام دعوت میکنن، یا اینکه به سوی کافر شدن، مشرک شدن، یعنی به سوی کفر شرک. تو اینکه با زبان تاجیکی خیلی لهجه عادی قد صحبت کنیم که برای مردم خدمت چی شوه، فهمو شوه. ولی ما میبینیم متاسفانه که علما و این علمایی که این حال در تاجیکستان قرار دارن با مثل حاجی میرزا و ایشان نوریدین جان دیگه و دیگه نام مولای بختریش، که در حالی که شیعه هایی که مادر منوشه رضی الله عنه را چی میگن، فاحشه میگن و حضرت ابوبکر حضرت عمر لعنت میفرستن و کافر مرتد میدونن. و یا چی امی شیعه هایی که برابر با یهودن که حتی مادر منوشه رضی الله عنه را فاحشه میدونن، این مشهوره. و این خبیثای علمای سو میگه هرچند که امی یک زبسی کی را گوش کردم حاجی میرزا را، میگه هرچند که این شیعه ها زیدیت با صحابه داشته باشن، اختلاف باشن، یعنی اختلاف هست بینشون، یعنی که صحابه را کافر مرتد میگن، که شما بدونن که اینها برادرای ما هستند. یعنی کسی که حضرت عمر حضرت ابوبکر لعنت کافر مرتد میدونه، میگه شما میدونم ما با خودش گفته است با زبان خودش که هرچند که یا زیدیت در کی با صحابه دارن، اختلاف دارن، شما بدونن که یا برادرای ما هستند. کسی که مادر منوشه رضی الله عنها را فاحشه میگه آیا ای برادر ما شیده میتونه؟ هر کس چه سوال کنه. و بعدا با یک زبسی دیگه کی را گوش کردم، ایشان نوردین این بدبخت خیلی ما دوست می‌داشتیم، فکر می‌کردیم بسیار حق گپ میزنه. باور که برادرای عزیز یک نظر کن بعد ویدیویی را، حتی میگه کسایی که صحابه را چی میدونن، لعنت میفرستن، کافر میدونن یا گناه کبیره کردگان میگن. این یک شیعه خبیث دیگه که شیعه ها را برادر خود میدونه. هی باور که یک دردآوره که دفاع مادر منوشه رضی الله عنها این اومد، من نمیدونم چیکار کرده سه. چرا دفاع مادر منوشه رضی الله عنها نمیکنیم؟ چرا یک خبیث دیگه برو در برنامه تلویزیونی اونا و یک ژورنالیست دیگه میگه که پیامبر صلی الله علیه و سلام یک بیسواد بود، یک جاهل بود، این قرآن یک چیزی عادیه، یک چیزی اخلاقی نداره. چی با یک از دفاع پیامبر صلی الله علیه و سلام نمیکنه؟ این چی روزه؟ این چی درده که شب روز دوران امی سنگ با اسلام و سنگ با پیامبر صلی الله علیه و سلام میزند. این علمای درباری با مثل حاجی میرزا، با مثل ایشان نوردین، با مثل نو مولای بختریش همین دستا خب خوب شده جنابی علی این خیلی و خیلی گفته ایستادن. وارکن برادر عزیز کسی که مسلمان ای دفاع ای مادر منوشه رضی الله عنها کنن که این شیعه های سگ بدبخت این همه علمای خدمان
این شیعهایی که مادر منوشه رضی الله عنها را فاحشه میدونن نظر کنین، این می ثبتاشون در یوتیوب هست، با این علمای سوی بدبخت نظر کنین که شیعه ها را برادر خود میدونن. شیعه هایی که دیده و دانسته میگه که اینها حضرت عمر حضرت ابوبکر کافر نگن، نه که یا گناه کبیره اشاره نوردین میگه. سبحان الله، یک بدبختی های امیان یا کن لا اله الا الله را بیان نمیکنن با مردم. لا اله، لا نیست، اله، اله کیه؟ اله را به شما معرفی نمیکنن. اله معبود برحق که ذاتش عبادت میشوه، قانونش خوبه، جایز ناجایز، حلال حرام کی تعیین میکنه؟ فقط الله. انا مردم نماز این علمای سوی علمای طاغوت گفتن، این علمای حکومتی گفتن که عبادت کنین، نماز بخونین، روزه بگیرین، نه که در اطاعت خوبه، جایز ناجایز، یعنی قانون ده گرفتن جای الله ده امام علی رحمان آمونده هن. گرفتن امام علی رحمان آمونده هن. الله میگه دست دست بریده شد در سوره مائده 38 و امام علی قانون مونده پروتیف الله که نه دست دست بریده نشوه. گرفتن دور پرتفتن قانونی الله را و چکو کردن و قانون ساختن زید قانونی الله. زینوکار مردی زندار سنگسار کرده شوه. در تاجیکستان بگو مردم تلخکف میشه، چیزا را نشنویدن ولی اکثریتش. و یا چی؟ الله میگه زینوکار مردی زندار سنگسار کرده شد، یا چی؟ ظالم بدونن الله را، میگیرن قانونی الله را یک طرف میکنن، با قانون منویسن پروتیف الله سبحانه و تعالی که زینوکار را جریمه کرده شد. شما دیدید که زینوکارا همو میره ای قدیرت سرکگی تو قدیرت زنها ریاد استودگی زینا آشکاره. این باور که یک بدبختی ہے. خصوصیت الله را گرفتن در امام علی رحمان دادن، در حالی که الله اینجا گفته است که و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، سوره مائده 44. و هر کی موافق آیت الله حکم نمیکنه کافره. یعنی سود دست دست زنام برای موافق گفته الله نمیکنه، چگونه که پیشتر قید کرده بودیم که الله امر کرد در سوره مائده 38 که کسی که دزدی کنه دست یو بریده شوه. یا این سود، سودیا، ملیسا، پراکرور همه یا کافرن طبق آیات. سوره نساء آیات 60 نظر کن. و کسی مراجعت میکنه در یا کسی که مراجعت میکنه در یا و این علمای سوی آیات را بیان نمیکنن با مردم. این آیات را بیان نمیکنن که ملیسا شای کافر میشه، سود شای کافر میشه، سودیا شای کافر میشه، پارلمان دا کار کنی کافر میشه، برای که اینجا خوبه جایز ناجایز الله برای ما تعیین میکنه. او پارلمان چه یک اله کرده جای الله دخچه مونده، برای مردم خوبه جایز ناجایز تعیین کسته. یک بیدار شین شما علما، این علما بالای شیعه بدنش همه تا کافر کسته. نظر کنید قرآن، نظر کنید آیات الله را سوره بقره آیه 256 بفهمید مسلمان کیه؟ این مردم تاجیک. سبحان الله دفاع مادر منوشه رضی الله عنها ای پیامبر صلی الله علیه و سلام نمیکنید. شما خطون میدونه که در تاجیکستان ریش، حجاب در گاینام استودنت سرکگی، استودنت معلم، دکتر، ملیسا، سالدات، کارگر پارلمان، گنرال، پراکرور یگان چی ریش نمیمونانه بچه. ریش میدونین همین ریش خوبه یا بده؟ اگر خوبه برای که چی سنت پیامبر صلی الله علیه و سلام یعنی که برای چی خوب باشه، برای چی استودنت ریش نمیمونه، برای چی ملیسا ریش نمیمونه، برای چی کارگر دولت ریش نمیمونه. شما یا کلتون کار فرمونه یا که حجاب در کارخانه‌های دولتی با حجاب در اومدن من است. این مادرای همت که اینا خوب میدونین، همت مادرت میدرویه یک کارخانه دولتی در کارش میغلطه، میدرویه او هم بالینسودن اکثریت هم خیلی کسان حجاب شمه کشه پیش یک خبیث میدرویه، یا که حجاب شمه کشه نمیگذارن او را حجاب کنی، میدرویه پیش یک خبیث یا مردی بدبخت او کارگر همو کارخانه یا اینکه همو ساختاری دولتی باشه. و این پلیدان یا که چه زیدیت با اسلام و زیدیت با قانون الله کرده استن،
یا اینکه در مکتب یا در دانشگاه حجاب منع. الله در سوره احزاب آیت 50 میگه زنهای مؤمنه امر کسی که حجاب کنن این بدبختی طاغوت بر اومده است پروتیف الله قانون مونده زیدی الله مبارزه برده قانون یارو را نس کردنیه و شما بیدار شین تو بکه ای طاغوت دفاع میکنه و کسی که حکومت ای طاغوتی را حکومت که قانونش پروتیف قانون الله دفاع میکنه چی سربازی قطاریش باشه کسی که به خواهش خودش دفاع میکنه یا اینکه چی سربازی زبانش باشه دفاع قانونی که ضد قانونی الله دفاع میکنه یک کافر مشرک بیش نیست. برای چی؟ برای که الله در سوره بقره 156 میفرماید فما یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها والله سمیع علیم. اینجا الله بیان میکنه مسلمان کیه؟ مسلمان کسی است که طاغوت رد میکنه. طاغوت کیه؟ یک نوع طاغوت ها بسیارن. یک نوع طاغوت کسی است که چی حکم میکنه ضد قانونی الله، یعنی نه کنستیتوسیا دموکراتیا علم یا طاغوت قانونی طاغوتی است و کسی را قبول کنه پشتیبانی یا کنه خالی دین اسلام در نداره اومده. الله میگه کسی را رد کنه نه آدم با دین الله وارد شده و نه آدم مسلمان شده نه آدم عروة الوثقی خدا چند جگه که مفسرای قرآن بیان میکنه که منظور عروة الوثقی مجاهد رضی الله عنه میگه ایمان اسلام لا اله الا الله. و شما بشناسید علمای بدبخت که به نهایت یک باور که دردآور ما که همین زبسای ما را به نهایت گوش کردم که مادر منایشه رضی الله عنها را که 2210 حدیث حفظ میدونست حاضر فویشش میگن یک مسلمانی تاجیک نمیبره دفاع مادرمون عایشه رضی الله عنها کنه. این شیعه سگ بدبخت این رافضای پلید در همین تاجیکستان در آمده این همین علما عینا برادر همین کسایی هستن که مادرمون عایشه رضی الله عنها را فویشه و حضرت عمر حضرت ابوبکر چی میگن؟ کافر مرتد میگن. و ما نمیدونم این مردم در کدام دینه که دفاع مادرمون عایشه رضی الله عنها و پیامبر صلی الله علیه و سلام که در تاجیکستان دیده است که شب روز زیدی پیامبر بر اومده گپ زده استن یک کس گپ نمیزنه. وقت یک سراینده یک گفت همه با مرا یا میبروین گپ میزنه دفاع میکنه یک پلید یک سراینده یا رپر. این اگر شرمندگی نیست؟ یا در بای حبیب چندها هزار آدم شب ساعتای 2 شب بر اومده حبیب گفتن برای چه پیامبر صلی الله علیه و سلام به سواد جاهل میگن در این برنامه تلویزیونی آشکارا تحقیر قرآن میگه قرآن یک چیزی عادی یک چیزی اخلاقی نداره میگه چی به دفاع نمیکنین؟ حتی دفاع کردن مایلی با شما زید میبروین کسی که دفاع میکنه. ما دیگه نمیدونم چی بگم این ملت ها. الله سبحانه و تعالی و پیامبر صلی الله علیه و سلام و ای صحابه قدر داره در نزد شما نه؟ برای همین نظر کنیم برادرها که باور که خیلی دردآوره برای یک شخصیتی که یک ذره یک الله را در با قلبش یک ذره دوست بداره خیلی دردآوره این گپا را شنیدن ای علمای طاغوت. یعنی ما گفتیم که لا اله لا نیست اله، یعنی اله کیه؟ اله گفته معبودی بر حق ذاتش عبادت میشه قانونش خوب بعد جایز ناجایزه الله تعیین میکنه برای ما مسلمانو. آجی در جای الله این ای طاغوتی پیشواشون گرفته این آزید همجا میدونن که زیدی الله زیدی پیامبر صلی الله علیه و مبارزه برده استن زیدی قانونی الله و جای الله ده آزی اموال رحمان گرفته خوب بعد جایز ناجایزی مردم تعیین کسته. این باور که یک شرمندگی است و ما گفته هستیم که این طاغوت را قانونی همین کنستیتوسیا دموکراتیا را کسی دوجا ملیسای سودیای پراکرورای گنرالای تمام یا با طبق آیت قرآن سوره مائده آیت 44 سوره کف آیت 26 یا کافر مشرکن و کسی دیده و دانسته دفاع قانونایی که این همی کنستیتوسیا این همی حکومت میکنه به شک یک مشرک بیش نیست و این علمای سو بیان نمیکنن چیزا. شما با بوی علما نشین، با بوی علمای تاجیک نشین با مثل حاجی میرزا و ایشون نوردین یا خود یک سرباز همی حکومتن سرباز های شیطان شدگن یا که دفاع ایکی میکنن
دفاع کسایی میکنن که دشمنی با قرآن با پیامبر صلی الله علیه و سلام دارن. برادرای عزیز در امان الله باشین، یک کم ترک بیدار شین سپون الله و بشناسین. یعنی گرفتن خصوصیت اعلی را در امام علی رحمان دادن، حجابای دختراشون ده هم میدونن که در مکتب در دانشگاه حجاب نمیمونن و این علمای سوی بدبخت و مثل حاجی میرزا رفته حج داد سید طاغوتی بدبختی سگ امام علی رحمان یک پلیده که خواهرای مؤمنه را گرفته حجاباشون ای سرش قانون برآورده در مکتب در دانشگاه من کرده سه که یک زنی مسلمان نمیتونه حجاب کنه یا در کارخانه دولتی نمیمونه نماز خوندن و این مردم با دفاع همی طاغوت میکنن. یک فرعون که فرعون زمان خودمونه که داره بر ضد اعلی و بر ضد مسلمانای واقعی مبارزه میبره. یعنی لا اله نیست که معبودی برحقی که ذات یو را عبادت کنن و قانون یو را چیکار کنن قبول کنن الا الله مگر قانونی الله. اینجا گرفتن جای قانون ده قانونی الله را گرفتن قانونی کنستیتوسیا تاجیکستان را در آوردن. اوزی مردم تاجیک میگن ما مسلمان ما کنستیتوسیا را پیروی کردن اکثریتش و کسی که این کنستیتوسیا ای دموکراسی ای قانونی حکومتی همین فرق نداره چی حکومتی تاجیکستان ازبکستان هندوستان روسیه کسی که قبول میکنه کافر و مشرکی بیش نیست. برای هم نظر کنید سوره نساء آیت 60 سوره نحل آیت 36 همین آیات را نظر کنین. سوره مائده آیت 44 سوره نساء آیت 65 سوره کهف آیت 26 سوره یوسف آیت 40 نظر کنید و کافر بدن طاغوت پرستا و این علماهای حکومتی را میفهمید شما بردار و خواهرای عزیز. باقی در امان الله باشین. الله حفظتون کنه. السلام علیکم و رحمت الله برکاته. و دفاع قرآن اسناد بکنین. حدی اقل دفاع کردن نمیتونه خاموش بستین. زیدی قرآن زیدی سنت پیامبر صلی الله علیه و سلام نبروین. الله حفظتون کنه. و کسایی که زیدیت با قرآن دارن اگر قابل هدایت باشن الله هدایت کنشون و اگر نه خور ذلیل شون کنه. این پلیدارا که زیدی قانونی الله یا مبارزه بردستان و برادرایی که حق میگن الله حفظشون کنه و در این راه استوارشون بگردونه. سلام علیکم.